یه باوری وجود داره، میگن آقایون که با هم دیگه دوست و رفیقن، شما هم تایید میکنین یا نه، میگن آقایون خیلی سریع همدیگه رو میبخشن ولی خانوما طول میکشه تا بتونن که برگردن. بله به نظر من بله، یک دلیل علمی براش دارم. میگن جنین دختر وقتی در شکم مادرش هست با کامل شدن دو لوپ چپ و راست دنیا میاد. جنین پسر وقتی دنیا میاد، من خودم پسر دارم، لوپ راست داره، چپش تو یک سال اول زندگی تشکیل میشه. بای دیفالت آقایون یه پاشون رو زمین نیست، بنابراین ساده‌گیرترن، آسونگیرترن، به همدیگه در جهان همدیگه به نظر من کم آسیبترن. خانوما خیلی آگاهن، میدونین اونقدر که من قبول میکنم ممکنه خطای آقایون گاهی از روی ناآگاهی باشه، نمیتونم باور کنم خطای خانوما از روی ناآگاهی به اون میزان. یه جوری گفتن که هم بهمون بر نخوره، هم خیلی خوب گفته باشن و خانوما هم یه پله چیز کردن. یه خیلی خوب با سیاست گفتین.